در اقتصادت ضیقا تنگنا دیدی. و فی امورک التیاسا، در امورات چه مادی چه معنوی پراکندگی دیدی، آشفتگی دیدی، گره کور دیدی، سردرگمی دیدی. انزل حاجتک بالله ولا تدع صلاة الاستغفار، حاجتت رو بردار ببر پیش خدا و نماز استغفار رو وامگذار. لا تدع نشانه اینه که یعنی ملازمت کن، رفاقت کن با این نماز، مداومت کن. آیت الله عظما بهجت میفرمودن در نوجوانی این نماز رو از طریق یکی از اساتیدم در نجف اشرف فرا گرفتم. شبانه روزی نبوده که این نماز از من ترک شده باشه، ره چنان رو که رهروان رفتن. خدا شاهده چند روز پیش برای یک حاجت مادی خیلی بزرگ پناهنده شدم حرم مطهر امام رضا علیه السلام. بین الطلوعین پایین پا نشسته بودم، عرض حاجتی داشتم محضر حضرت. یک نعمت مادی رو میخواستم، خیلی اضطراری و ضروری و سریع و فوری. یه مرتبه یکی از علمای هند، از فضلای روحانی، سید نورانی هندی، اومدن کنار من به زحمت جا پیدا کردن. یه چند باری منو نگاه کرد، یه مرتبه گفت، حالا فامیلی ما هم نمیدونست، گفت آقای نماز استغفار از شما پخش شده توی فضای مجازی در سطح جهانی؟ گفتم یه چنین توفیقی رو بنده داشتم، یه باری گفتم. گفت آقا نماز استغفار شما زندگی من رو متحول کرده. حالا داره امام رضا علیه السلام داره به این عالم بی عمل داره درس میده ها. گفت منی که عیالوارم، بچه زیاد دارم، یه خد شهریه خیلی اندک طلبگی امورات من بوده، در نهایت تنگنا و شدت اقتصادی اجاره خانه رو به سختی می افتادم، در حالی که یه زیرزمینی تنگنا تاریک بدون نور. گفت با آغاز نماز استغفار چنان خیرات و برکاتی دیدم، چنان مداومت میکنم، خودم، همسرم، تمام بچه‌هایی که به بلوغ رسیده واجب کردم بعد از هر نماز 3 نوبت، بعد از نماز صبح باید به جا بیاریم، بعد از نماز ظهر و عصر باید به جا بیاریم، بعد از نماز مغرب و عشا به جا میاریم. گفت به بعد گریه میکرد، گفت به والله فوق معجزه، میگفت به همین علی ابن موسی رضا قسم فوق معجزه. منی که هیچ نداشتم الان 2 تا خونه در هند دارم، یه خونه در قم دارم، الان اومدم یه خونه در مشهد بخرم. راه تبلیغ بین المللی برای من باز شده، بعد از زیارت دبی دعوت دارم برای منبر. بعد گفتن یه قسمتی از پاکتت این که از همینجا دبی میفرستیمت حج و عمره. گفتم من نمیام ماه رجب و شعبان رو جایی میخوام محضر امام رضا باشم. گفتن نه بیا ما میفرستیدم حج عمره رجبیه و شعبانیه، از اینجا میخوام برم. میگفت خدا شاهد فوق معجزه. حالا اینا رو هی میگفت برکات رو، من هی آبتر میشدم محضر امام رضا علیه السلام. عالم بی عمل که ایران و جهان نماز استغفار رو از شما گرفتن، تو خودت اومدی اینجا مضطر شدی. خدا شاهده. اینا بعد میفرماید انتهای حدیث، میفرماید به برکت این نماز استغفار یصلح الله لک شأنک کله، تمام شؤونات تو رو خدا با خدایی خودش میاد اصلاح میکنه. آقا بالاتر از این خداوند رحمان بشود کارگردان زندگی و بندگی ما، نه فقط گشایش های اقتصادی. یصلح الله لک شأنک کله، تمام شؤونات مادی و معنوی تو خود خدا عهده‌دار میشه. حالا این نماز استغفار، 2 رکعت نماز استغفار به جا میآورم قربتا الی الله. در رکعت اول حمد و سوره قدر، حالا رکعت اول رو میگم عیناً در رکعت دوم تکرار میشه، حمد و سوره قدر بعد از سوره ناانزلنا 15 مرتبه استغفر الله. در رکوع بعد از سبحان ربی العظیم و بحمده 10 مرتبه استغفر الله. در قیام بعد از رکوع پیش از سجده 10 مرتبه استغفر الله. در
سجده اول بعد از سبحان ربی الاعلی و به حمد 10 مرتبه استغفر الله، در نشستن بین دو سجده 10 مرتبه استغفر الله، در سجده دوم بعد از سبحان ربی الاعلی و به حمد 10 مرتبه استغفر الله، دوباره بعد از سجده دوم در حال نشسته 10 مرتبه استغفر الله. یه 15 تا بعد از سوره قدر، 6 تا 10 تا به این سبک که هیئت صلات جعفر، به شکل و شمایل نماز جعفر که اونجا تسبیحات رو داریم، اینجا ذکر استغفر الله. از پیامبر پرسیدن کوتاه‌ترین ذکر استغفار، فرمود استغفر الله. در رکعت دوم عیناً تکرار میشه، بعد از نمازم هیچ دعایی مثل نماز جعفر طیار که دعاهایی داره، آدابی داره، نه، هیچ چیزی نداره. همین نماز رو انسان 3 دقیقه وقت بگذاره، مداومت بکنه، بعد پیامبر فرمودن به واسطه استغفاره که درهای آسمان به سوی شما باز میشه. بعد یه داستانی رو پیامبر نقل میکنه، میفهمد ذوالقرنین عبد صالح الهی که حکومت شرق و غرب عالم رو خدا بهش داد، این بر امتی عبور کرد، یه بار تمام زمین رو گشت، دید تمام مردم زمین گرفتار قحطی ان، گرفتار نداری، خشکسالی، قحطی، بیماری. بر یک امتی عبور کرد که دید اینها در نهایت سرسبزی، خرمی، تراوت، عافیت، سلامت. روی سنگ قبراشون رو نگاه کرد، دید اینها عمرهای طولانی داشتن. خیلی تعجب کرد، گفت عالمی گرفتار و بیمار، اینها در نهایت عافیت و سلامت و قوت و برکت. گفت پیر و مرادتون کیه؟ یه پیرمرد سال خورده ای رو معرفی کردن، محاسن سفید، ابرو سفید. جناب ذوالقرنین اومد محضرش، گفت رمز این همه عافیت، سلامت، تراوت، خرمی، قوت، طول عمر با عزت، دل خوش، این چیه؟ در حالی که تمام عالم گرفتار و بیمارن. فرمود انا قوم، حالا پیامبر میفرمود انا قوم لا نغفل عن الاستغفار، ما امتی هستیم که از استغفار غفلت نمی کنیم. نکتهش میدونی چیه؟ امتی هستیم که از استغفار غفلت نمی کنیم، یعنی از استغفار دست جمعی، از استغفاری که همه امت استغفار بکنن. لا نغفل عن الاستغفار.